باشه بیا خونه من ببینم خوب شدی یا نه. باشه بیا خونه من. خونه شما؟ بله. باشه چشم. بفرما از آقا. سلام خوبی؟ سلام خوبی خوشی سلامتی؟ سلامت باشی. از کجا باید بره؟ بیا دارم میام. بفرما. خوبی؟ سلامت باشی. بفرما از آقا. دارم میام. یاله سلام. سلامت باشی. بفرما. یا علی ببخش. خواهش. خوبی خوشی سلامتی؟ سلامت باشی. خوب شدی از آقا؟ نه هنوز درد میکنه، هنوز بدنم درد میکنه، سرم درد میکنه. بعد نیست، الان بهتر شد. حالا یکم بهتر شد. پسرت نیومد نه؟ پسرم رفته کار. تو چی کار میکنی؟ منم خوبم بد نیست. قالی گفته قالی دارم. آره قالی داداشم خونه داداشم با دختر داداشم اونجا قالی میبافیم. اینم خونه داداشمه، خونه خود من اون بره. خودت دیدی اون بره. آره اونجا. بشی یه چیزی برات بیار. هر چی برات دست دارم. طوری یعنی طوری زحمت شدم برام. دست درنک. بفرما. ممنون. سوری. ممنون دست درنک. خودت بخون. خوب شدی؟ نه. بفرم. دلم برات تنگ شده بود آقا. منم دلم تنگ شد برام. خوب شدی. منم برام دلم تنگ شد. گفتم یون زنگ خب میگم خواستم زنگ بدم شما زنگ زدید. خودم بخور من خور. آقا بله. همون چیزایی که اون وقت آورده بود برای اون انگشت رو اون چیزانه چکار کردونه؟ اونا بردن خونه. شما نه داشت من خواستم کنم انگشتک اون دست شما قبول نکرد. مرزدی بعد بردش خونه. حالا بیار منم قبول کردم. ولی میخوای بیاری کن دست انگشتک برم برم. آره. باید خانواده راضی باشن. خانواده راضی بهشو گفتی. به داداشم گفتم زن داداشم چیزا نیست بهشو گفتم. ولی نمیدونم میخواد برم بیارنش کنم. باشه. درسم برم بیارنش کنم. فردا پس فردا. از این چیزا درست میکنم نگاه کنم. اینا خود درست کردی؟ آره. نگاه کنم. خیلی قشنگ. اینا هست؟ آره. به. خیلی منگولا رو من دوست دارم. آره. این منگولا هم داری از این منگولا. آره از این منگولا درست اینا خیلی منگولا قشنگ. خوشگله. منگولا خوبی داری. میخوای ببری برای خودت؟
نه من برای خدا نمیخوام، برای خانومم میخوام. شما هر وقتی اومدین زیر سقف هم بید میده. قالی من آقا بله قالی اینجاست. باشه لبه نگاهش کنید. یا اینجا قالی من نگاه کن. سعی یا قالی که آره. مبارک باش مبارک. سلامت باشی آقا. اینم قالی. خوب قالی. ابریشمیه؟ آره. اینجوری پیششی؟ آره با اینجوری بچشی پشتش اینجوری تمیز بشه. هفته عروسی کردی باید خونه ما میاریش نه؟ آره میارم. اینو میارم. نه قالی من نخواستم. آره خوش. خیلی خوب خیلی. نه خوشی. ببین اینا چی هم؟ اینا متکا از درسری یا اینا اینجوریه. نگاه کن اینجوری. اینا بگیر اینا خوبه خوب زرد. اینا خیلی قشنگ خوبه. آره خوب. حالا یکی به من تا به اونجا بدن زیر سر. این جهاز ما آقا. مال جوازه؟ وقتی عروسی کردم اینا میدن تو ماشی اینجوری میرسن مرا میبرن. اینجوری؟ نه آقا بذار سرساش. اوه رخ جافتی خط بده. بده مزنیه. بذارم اینجا. بیا بریم میبا بخوریم. بیا تمام. زامن شدی ببخش. نه آقا. هندی قشنگی تن خوشگل خیلی خوشگل خیلی دوست دارم. این حرفات چیه؟ آقا دریوری نگو. لباسات خیلی خوشگل. بخور. خودم بخور. خودم موزیتر. گرزه. یخ نداریم. پس تو نرفتی تو خونه خود اونجا؟ خب میگفتم خونه داداش من ببینیم. یا داداشینات نه یا دعوا میکنم بگیم اومد اینجا بگیم. داداش اینجا نیست. رفت کار. یا بیا اینجا دعوا میکنه در سرش برام. نه اینجا نیست داداش رفت کار. اینا اینجا نیست. آقا بله. شما همینجا میمونی برم نهار چیزا درست کنم؟ نه دست در نکنی من نهار خوردم. چه خوردیه؟ نهار رفتم خونه چه رفیقام نهار خورد اومدم. حالا میخوام اومدم گفتم اگر شما یا خانوادت قبول کنه به انگشتت برام دست. چرا مثلا ما بتونیم بریم بیاری. اگر انگشتت باشه ما میتونیم بریم بیاریم اما نباشه نمیتونیم. حالا بخور تا بعد نیست کار میکنیم. نه باید چه خانوادت باشه خانوادت با قبول کنه.
آقا میترسن خانواده به اینا دعوت کنن اینا. نمیدونم حالا میدونی اذیت میکنم تا من نه برم دنبال چیز نه آقا من شما رو دوست برم دارم. دنبال کسی دیدم مثلا برم نه خاصی این دوری حرف کنم. نزن من خود. چون مثلا دخترم هست اما شما من قبول داری تا برم انگوشت بیارم برات هم قبولم نداری تا برم یه سال دیگه هم هست نه من شما نمیشین نباشی من بگو خواه شما رو خیلی دوست دارم. خواهد دوری با خانوادت نمیدونم بدی داداشم دختر داداشم زن داداشم بهم چی میگم. باشو بگو راضی شو باش زنگ بگیر زنم بخور میام بخور.